قایق سواری روی چه موجی هم راه انداخت این قایق روی دریاچه زریوار. اینا همونجور که نشون دادم به شما از بالا میرن داخل اون چمنزار راه آبی که اونجا هست. من نمیدونم دقیقا این اصطلاحش چیه. البته خیلی این گسترده است این دریاچه، یعنی اون طرف اون چمنزار و اون دار درخت اونجا هم آب نفوذ میکنه و راههای آبی ایجاد میکنه، اما میرن تا اونجایی که میشه دور میزنن و برمیگردن. شما شاید از اینجا بتونید الان عمق این دریاچه رو ببینید. عمق منظورم این که چقدر هم عرض داره ها، نه عمق آبیش. اون طرف که کوه ها هستن دقیقاً اون روستاهای دیگری قرار داره که فوق العاده زیباست. جای همه شما دوستان سبز.